در عراق اولین واحد نظامی عبارت از سربازان نصرانی برای نبردها آماده می شود. 12 مارت تخمیناً 600 سرباز نصرانی کورس‌های نظامی در منطقه فیشخبور واقع در مرز منطقه مختار کردستان عراق و سوریه را ختم کردند. آنها را اساساً نظامیان امریکا تمرین دادند. این سربازان ساکنان مناطقی می باشند که فعلاً تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارند. سربازان نصرانی همراه با واحدهای نظامی پیشمرگه‌های کرد برای بازگردان زمین‌هایشان قیام خواهند کرد. در شهر بانیالوکا پایتخت سرپای بوسنیا نزدیک به 100 کارگر مؤسسه دولتی که تجهیزات الکترونی دفاعی استحصال می‌کند اعتراض تشکیل کردند. کارگران شرکت کاسموس میگویند آنها 3 ماه به این سو کارشکنی کردند و طلب دارند که حکومت معاش 15 ماهه و بیمه بهداشتی و حفظ اجتماعی را که 7 سال نپرداخته است بازبدهی نماید. صنعت مدافع که زمانی از ساحه‌های کلیدی صادرات یوگسلاوی سابق بوده است، از زمان ختم جنگ سرد بازارهای اساسی درآمد ارز خارجی را از دست داده است. در شهر قزان جمهوری تاتارستان روسیه شماره قربانیان سوختار به 12 نفر رسید. 13 مارت در این باره کارمندان نجات وقتی خبر دادند که از زیر ویرانه‌ها 7 جسد دیگر را پیدا کردند. تا حال بیشتر از 20 نفر دیگر بی‌درک هستند. شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان بار اول میزبان مسابقات بین المللی ورزشی نوع سومو می شود و در آن پهلوان سوموی ژاپن شرکت می کنند. سومو در قرقیزستان نوعی اصلی ورزش به شمار نمی رود، ولی در این کشور چند کلوب وجود دارد. پهلوانان سوموی قرقیزستان بار اول سال 1995 در این مسابقه ها شرکت کرده بودند.